سلام به دوستان عزیز. من محمد رضا هستم از اعضای قدیمی چنل. همیشه وقتی که آخر شبا داستانه ترسناک مردم رو میشنیدم دلم میخواست خودم هم یه داستان واسه تعریف کردن داشته باشم، ولی خب هنوز اتفاق عجیب و غریبی واسم نیفتاده بود تا اینکه همین 1 ماه پیش اتفاق عجیب و وحشتناکی واسم افتاد که حتی رفقای نزدیک خودمم باورشون نمیشد وقتی داشتم براشون تعریف میکردم. حالا چه بلایی سر من اومده بود که باور کردنش واسه همه سخت بود. داستان از اونجایی شروع شد که همکار من که خیلی هم با هم رفیق بودیم و حتی رفت آمد خانوادگی هم داشتیم، یه روز اومد بهم چند تا فیلم نشون داد که بعضیا رفتن تو این لوکیشن ها و کلی سنگ و طلای واقعی پیدا کردن. بهش گفتم باور نکن بابا، اینا واسه یه ویو هر کاری میکنه. گفت من پیگیری این قضیه هستم، ولی اگر واقعا یه همچین چیزی بود میایی با هم بریم؟ گفتم اگر واقعا چنین چیزی باشه که واقعا بعید میدونم من باهات میام. مگه من بدم میاد پول مفت گیرم بیاد؟ ولی اگر واقعا همچین چیزی باشه مردم انقدر میرن اونجا کند و کاو میکنن که خاکشم جارو کنن و ببرن. گفت لوکیشن نزده که، چون ما خودمون اون حوالی زیاد میرفتیم من از فیلم ها فهمیدم همونجاست. گفتم من این روزا انقدر پول لازمم که حاضر نیستم وقتمو به بیکاری بگذرونم. ترجیح میدم اون وقتی که میخوام برای رفتن به اینجا بذارم رو اسنپ کار کنم. گفت تو به من یه فرصت بده، من خودم تنهایی میرم اینجا یه سرگوشی آب میدم، بعد اگر دست خالی اومدم تو هر چی خاصی به من بگو. گفتم این شد یه چیزی. قرار شد مرخصی بگیره و 1.5 روز اونجا باشه. هرچی که فکر کردم دیدم درست نیست که اسم اون منطقه رو عنوان کنم. چراشو بقیه داستان میفهمید. من منتظر بودم که حمید زود بیاد و بگه من سنگ طلا پیدا کردم. انصافاً توی بد اوضاعی گیر افتاده بودم. زمانی که باید طی شد و حمید خوشحال و شنگول اومد سر کار. بهش گفتم الان مثلا هم باید باور کنم که دست پر اومدی؟ دور و برشو نگاه کرد و از توی کیف دستیش 2 تا سنگ کوچیک که توش رگه های طلایی رنگ داشت در آورد و انداخت تو دستم. گفت اینو چی میگی حالا؟ اولش فکر کردم داره دستم میندازه، ولی تا سنگا رو دستم گرفتم و یه محک زدم دیدم راست میگه. واقعا سنگ بودن و واقعا توش طلا بود. درسته که کم بود ولی باز طلای مفتی بود. اعتماد من از همونجا شکل گرفت. مطمئنم که جز من هر کسی دیگه‌ای بود به حمید اعتماد میکرد. بهش گفتم حمید تو رو خدا یه کاری کن که با هم بریم و یه چیزی عایدمون بشه. گفت این که بهمون مرخصی نمیده، باید یه 5 شنبه جمعه بریم. گفتم میام به خدا، تو برنامه‌شو بچین، خسته شدم از سگ دو زدم واسه مردم. حمید واسه یه 5 شنبه همون هفته پلن ریخت که بریم، ولی من کلی ذوق و شوق داشتم. اصلا دلم میخواست چشممو ببندم و ببینم بدون معطلی رسیدم به جایی که تا دلت بخواد سنگ طلا داره و میتونی هر چقدر میخوای ورداری و ببری. همون 5 شنبه صبح راه افتادیم که بیشتر از این وقتمون از دست ندیم. طرفای ظهر بود که رسیدیم به جایی که حمید میگفت. البته معلوم بود که جاشو درست حسابی حفظ نکرد و هی گشتیم تا اون جایی که باید و پیدا کردیم. اونطور که حمید میگفت خلوت هم نبود. 4 تا دختر بچه نشسته بودن روی تخت سنگایی که جلوشون پرتگاه بلندی بود. وقتی از ماشین پیاده شدم ناخودآگاه گفتم بچه ها مواظب باشید، واسه چی رفتید اونجا؟ 4 تا دختر بچه فوق‌العاده زیبا و با نمک بودن. اونقدر خوشگل بودن که حد نداشت. پوست سفید و موهای بورشون توی آفتاب می درخشید.
اما معلوم بود اصلاً اعصاب درست حسابی ندارن، چون هیچ جوابی به هم ندادن و از جاشون هم بلند نشدن. میخواستم برم به زور از اونجا دورشون کنم که حمید گفت ول کن بابا، حرص و جوش زندگی خودمون کمه، میخوای حرص سلامتی اینا رو هم بخوری؟ حتما ننه بابا دارن دیگه، بیا بریم که تله ها دارن صدامون میکنن. داشت به سمت سرازیری دره حرکت میکرد. بهش گفتم داریم میریم تو دره؟ کار ما که از این بچه ها خطرناکتره. گفت نابرد رنج گنج میسر نمیگردد. شما کوهنوردی خیر سرت، غر نزن و بیا. حقیقتا ترسیده بودم. حمید درست میگفت، من کوهنورد بودم ولی دره نورد که نبودم. دره نوردی ابزار خاص خودشو داره. چشممو به جلوی پام دوخته بودم که نکنه ای وقت یه سنگریزه چیزی بیاد زیر پا. شیب به حدی زیاد بود که ممکن بود با همین سنگریزه برم اون پایین ماینا واسه خودم. وقتی رسیدیم پایین تر دیدم یه دختر بچه شکل همون بچه های بالا توی شیب پایین ایستاده. رفتم جلو و بهش گفتم عمو میخوای بری پیش خواهرات؟ اصلا با کی اومدی این پایین؟ اینم مثل اونا دیگه جوابمو نداد و پر رو نگام کرد فقط. حمید دوباره دستمو کشید که وای نسا بیا بریم. بهش گفتم پس کی میرسیم؟ من که هیچ سنگ طلایی نمیبینم. گفت اون حفره بزرگو میبینی؟ همونه، منتها دسترسی بهش خیلی مشکله. من اون موقع قدرم بهش نرسید، ولی اگه تو بتونی واسم قلاب بگیری خیلی خوب میشه. حفره‌ای که نشون میداد توی یه تخت سنگ بزرگ اون پایین قرار داشت که وقتی مستقیم وایسادی کلی بالای سرت بود. تا دیدمش خیالم راحت شد. با شوق و احتیاط رفتیم پایین و رسیدیم بهش. حمید گفت تو سبکتری، من قلاب میگیرم تو برو بالا. و قلاب گرفت و منو فرستاد بالا. به زحمت خودمو بالا کشیدم. لامصب چه صحنه‌ای جلوم بود. هرچی که جلو دست بود و دست میرسید رو کنده بودن. به حمید گفتم لااقل 2 تا سیخی بیلی چیزی بده دستم به اون عقبیا برسه. یه بیلچه بهم داد که جونی هم همچین نداشت، ولی تونستم 2-3 تا تیکه کوچیک که درصد کمی هم داشت بکنم. مشغول کند و کاو بودم که یه صدایی شنیدم که گفت اینجا چی میخواید؟ صدای یه دختر بچه بود. احتمال دادم از همون خواهراست. حمید دست باچه شد گفت هیچی، هم اونجا چیزی جا گذاشتیم داریم پیداش میکنیم. بچه گفت اما میشه بعدش بیاین با من بازی کنین؟ حمید که از بچه ها متنفر بود و من این موضوع رو به خوبی میدونستم گفت نه ما کار داریم، خیلی زود باید بریم، شما هم زود برو بالا پیش خواهرات. دیگه چیزی نشنیدم. من همه حواسم پی اون سنگای طلا بود که داشتم تیکه تیکه میکندم و به حمید میدادم بریزه توی کولش. داشتم به کندنم ادامه میدادم که احساس کردم همه جا لرزید، حتی با اینکه روی زمین نبودم. حمید گفت زلزله است، یا خدا بیا پایین بریم. تا در کولش رو بست و از پشت تخت سنگ زدیم بیرون لرزش قطع شد. به حمید گفتم سر جدت بریم دیگه، طمع نکن که دوباره برگردیم. من دیگه واقعا به اون تهاش دستم نمیرسید. تازه اینایی هم که کندمم خودش غنیمته. حمید رو به زور منصرف کردم و راهی بالا شدیم. دوباره یکی از اون دخترها جلوی راهمون سد شد. با خشم به همون اخم کرده بود و سعی کردم بهش نخندم که خیال نکنه کار جالبی داره میکنه. وقتی دید ما بهش محل نمیذاریم گفت به بابام میگم که خواهرمو اذیت کردید، بهش میگم که باش بازی نکردید. ما هم گذاشتیم پای منطق بچگانشو، هیچی نگفتیم. حقیقتشو بخوام بگم اونجا تن و بدنم لرزید، چون احساس میکردم این بچه بخواد بره به پدرش پرت و پلا بگه و اونم خیال کنه ما واقعا بچه هاشو اذیت کردیم، در صورتی که ما کاری به اونا نداشتیم. تازه نگرانشونم که بودیم.
مسیر بالا رفتن با اون شیب و بدون هیچ تجهیزاتی واقعا طاقت فرسا بود. نگران اون زلزله بودم. با خودم میگفتم اگه الان یه پس لرزه ریزم بزنه و ما یکم تعادلمون به هم بخوره ته دره‌ایم. حس خوبی نداشتم، حتی با اینکه واقعا سنگ طلا کنده بودیم. دیگه چیزی نمونده بود که برسیم. از اون پایین میدیدم که 5 تا دختر بالا نشستن روی یه تخت سنگ و یه بز سیاه هم بغل دستشونه. حمید گفت اونا رو نگاه، پتشون بزه و با هم خندیدیم. وقتی داشتیم میرسیدیم بالا متوجه شدیم همشون دارن گریه میکنن. یکی از دخترها به محض رسیدن گفت بابا اینا بودن که ما را اذیت کردن، اینا به من سنگ پرتاب کردن. و شروع کردم به گریه. اونم چه گریه‌ای، دل سنگ آب میشد به خودم. دیگه چیزی نمونده بود که خودمونم باورمون بشه. با خودم گفتم نکنه این بچه‌های بیچاره مشکل ذهنی دارن، چون اون دوروبر هیچ مردی نبود که اینا بخوان بهش چغلی ما رو کنن. ما اصلا نمیدونستیم به کی باید توضیح بدیم که کاری نکردیم و این بچه‌ها رو اذیت نکردیم. داشتیم با تعجب همدیگه رو نگاه میکردیم که بز سیاهی که جلو روم بود سرشو برگردوند و گفت به چه حقی دختر من اذیت کردید؟ اون لحظه مطمئن بودم که قلبم از ترس و شوک ایستاد. حتی زبونم داغ شده بود و از زور استرس نبض میزد. چشمم افتاد به پاهای همه اون دختر بچه ها. برای چند تاشون سم بود که از پیراهنشون بیرون زده بود. 2 تا پا داشتیم، 2 تا دیگه هم قرض کردیم و فرار کردیم. نمیدونم چجوری 2 تایی بدون اینکه قرار بذاریم پا به فرار گذاشتیم. سوار ماشین شدیم. حمید جنونوار گاز میداد. ترس مجال نداد که یه نفس راحت بکشیم. اونم درست وقتی که از اون سربالایی اعصاب خورد کن بالا اومدیم و نجات پیدا کردیم. به حمید گفتم یعنی اینا جن بودن؟ فریاد زد گفت نه خیر، آدم بودن، ادویه جن در می آوردن. حرف نزنی نمیگن لالیا. اعصاب خودم هم دست کمی از اون نداشت. انقدر اعصاب جفتمون خورد بود و ترسیده بودیم که با کوچکترین بوق ماشینای اطراف 3 متر میپریدیم هوا. طرفای بعد از ظهر بود که رسیدیم و حمید گفت من سنگا رو میبرم پیش خودم. منم اصراری نکردم که نه پیش من باشه. منو گذاشتم خونمون و رفت. خدا رو شکر به خانوادم نگفته بودم که کجا میرم و برای چه کاری میرم. واسه همین خیلی سوال پیشم نمیکردن و از این موضوع خیلی خوشحال بودم. فقط تنها مشکلی که وجود داشت لباسه خاکی و زایه من بود که خیلی قابل تحمل نبود. رفتم توی خونه و کلی چاخان سرهم کردم تا بی خیال شدم. حالا از اون روز مامانم گیر داده بود که خالت امشب دعوت کرده، تو هم باید بیای بریم. گفتم مامان من از سفر اومدم، خستم، نمیتونم بیام. آخرشم با داد و بیداد و قهر مامانم خونه تنها موندم. من همیشه تنها موندن کارم بود. همون تازگی مامانم اینا رفته بودن سفر حج و من تمام مدت رو توی خونه تنها بودم و اصلا اهل ترس و اینکه بگم نمیخوام تنها بمونم نبودم. اتفاقا آدمی بودم که با تنهایی خودم خیلی حال میکردم. ولی اون شب متاسفانه داستان کاملا فرق داشت. نمیدونم چاره شنیدید که میگن انگار توی خونه گرد مرده پاچیدن. خونه ما همین جوری شده بود. به شدت حالت خفقان داشت. من پسر به شدت مغروری بودم و نمیخواستم به این حالم بها بدم. واسه همین با شدم یه غذا سفارش دادم که بیارن بلکه حالم بهتر بشه. پیتزا رو تحویل گرفتم و نشستم زمین و شروع کردم به خوردن. داشتم با پیتزا واقعا عشق میکردم که یهو احساس کردم کسی داره نگام میکنه. کسی که چه عرض کنم. سرم و یه آن بالا کردم، دیدم 6 تا دختر به همراه بز سیاه که معلوم بود پدرشونه به هم خیره شده بودن.
اونم با تنفر و خشم. حالا منم مثل چی ترسیده بودم، جوری که همزمان غذا پرید گلومو. داشتم واقعا خفه می شدم. چند تا سرفه محکم زدم و هر محتوایی توی گلوم بود روی فرش پخش شد. زیر لب شروع کردم به خوندن سوره ناس. سرم همینطور پایین بود ولی جرأت نمی کردم دیگه سرمو بالا کنم و نگاهشون کنم، چون می ترسیدم هنوز حضور داشته باشن. ولی بالاخره دلمو زدم به دریا و سرمو بالا کردم. دیدم نه، مثل اینکه جواب داده. گورشونو گم کرده بودن. یه نفس راحتی کشیدم. فوری گوشیمو ورداشتم، زنگ زدم به حمید. لعنتی گوشیو ور نداشت. توی اون لحظات حیاتی احتیاج داشتم با یه نفر حرف بزنم تا احساس ترس و تنهایی نکنم، ولی خب به همین راحتیام نبود. حمید تلفنش رو جواب نداد. حتی پررویگریم کردم و زنگ زدم به خونه‌شون. بازم تلفن رو بر نداشت. احتمال دادم که بیرون باشن و دیگه پیگیر نشدم تا اینکه مادر پدرم کلید انداختن و اومدن داخل. واسم هم شام آورده بودن ولی هنوز مامانم تو قیافه بود. همیشه تز زندگیش این بود که بچه‌ها باید به حرف پدر و مادرشون گوش بدن حتی اگه 70 سالشون باشه و منم به شدت مخالف بودم و دلم میخواست به هر روشی که خودم میخوام زندگی کنم. حدوداً 1 ساعت بعد حمید زنگ زد با حال خراب. همون اول از صداش فهمیدم که این ناراحته و یه چیزی شده. آخرش گندش در اومد که با پدر مادر و خواهر و شوهر خواهرش داشتن میرفتن فشم که چپ کردن. خوشبختانه مردم فوری سر رسیدن و اینا رو از ماشین در آوردن. مشکلشون هم حاد نبوده و در حد شکستگی دست و پا بوده، ولی خواهرش که حامله بوده متاسفانه جنینش رو از دست میده. انقدر از بدبختیاشون گفت که من دهنم بسته شد. روم نشد بهش بگم حالا بذار من هم بگم. من هم این چند ساعت پیش جن دیدم. حالم حسابی بد شده بود. همش وسوسه می شدم که برم به خانوادم بگم جریان چیه. انقدر حالم خراب بود. منی که تودار بودم و هیچ کس نمیتونست از دهنم حرف بکشه، ممکن بود با کوچکترین سوالات همه چیزو لو بدم. ولی باز جلوی خودمو گرفتم و خیلی زود رفتم توی جای خوابم. خواب به این راحتی ها به چشمم نمی اومد. انگار بهم حروم شده بود. حتی با کلی گوشی بازیم خودی نشون نداد. نمیدونم چند ساعت گذشته بود که خواب بودم و خواب میدیدم یکی بهم یه طناب بسته و منو میکشه و میبره توی دره ول میکنه. منم با شدت میخورم توی کوها و سنگا. همه جونم درد گرفته بود. التماس میکردم که ولم کنید ولی هیچ کس به فکرم نبود که نبود. اون شب تا خود صبح سناریوی خوابم همین بود. واقعا دیگه داشتم روانی میشدم. انگار روی دور تکرار بود و انقدر تکرار شد و تکرار شد تا صبح از خواب بیدار شدم. دلم میخواست همون شب قبل مرده بودم تا این همه خستگی بعد از خواب رو به دوشم نکشم. حداقل روزی هم نبود که پاشم برم سر کار و خودم رو از مشغله های ذهنی دور کنم. پا شدم برم دستشویی که دست و صورتمو بشورم. توی آینه تصویر یکی از دخترها رو دیدم، ولی نه به همون زیبایی و بامزگی. چشماش حالت تابتایی پیدا کرده بود و دندوناش سیاه شده بود و از فکش زده بود بیرون. جوری عقب رفتم که سرم از پشت خورد به دوش حموم و دردی پیچید توی سرم که نگو و نپرس. وقتی دستم گذاشتم روی همون قسمت سرم تازه فهمیدم با خودم چی کار کردم. خون بود که می اومد و سرم شکسته بود. با همون سر و وضع رفتم بیرون و از بابام خواستم منو ببره دکتر. دکتر فشارمو گرفت و همه چیز نرمال بود، اما باز معتقد بودن من هوشیاریم اومده پایین و به خاطر همین بوده که عقبی رفتم تا جایی که سرم خورده به دوش و شکسته. واسه همین 2 سرم تقویتی واسم تجویز کرد و
مجبورم کرد که همون لحظه بزنمش. حالم خوب بود. کسی نمیفهمید چرا سرم شکسته و البته صلاح هم نبود کسی بفهمه. میخواستم برم عیادت حمید، ولی خانوادم کلی بهم غر زدن که تو حال خوبی نداری و نرو، ولی دلم طاقت نیاورد. با شدم رفتم خونهشون. مامان باباش ظاهراً بیمارستان بودن پیش دخترشونو. مشخص بود از تعریفای حمید که خیلی حالشون گرفته است که دخترشون اینجوری شده. واسه حمید از همه اتفاقای پیش اومده گفتم. اونم گفت اینایی که گفتی چیزی نیست، حتی تصادف منم چیزی نیست. بهش گفتم مگه اتفاق بدتری هم افتاده؟ با کلی بدبختی کیفشو کشید و ورد و درشو باز کرد و ریخت زمین. خالی بود، کاملا خالی. حتی اون سیخا و بیلچه هم نبودن. حمید یه لبخند تلخی داشت و سر تکون میداد. حتی انقدر پسر درستکاری بود که نمیتونستم بهش شک کنم. منم سرم انداختم پایین و هیچی نگفتم. آخه بدبختی من اینجا بود که تا همون لحظه هر بلایی سر من و حمید اومده بود گفتم خدا رو شکر که لااقل قراره پولدار شیم و مال مفت بهمون برسه. ولی اما دریغ از یک تیکه طلا. کار خود پس فطرتشون بود. اصلا معلوم نبود که هدفشون چی بود، چه خصومتی با ما داشتن. خواهر حمید بعدها حالش خوب شد و جریانو فهمیده بود. حمیدو برده بود پیش یه جانویس و اون گفته بود بار اول که رفتی کاریت نداشتن، ولی بار دوم احساس عدم امنیت بهشون دست داده، چون خونهشون اونجاست و اونجا زندگی میکنن. به خاطر همین حس بدشونو اینجوری بروز دادن تا شماها دیگه جرأت نکنید اون ورا برید. میگفت خود دعانویسه هم وسوسه شده بود بره و گفته بود من ورزایی بلدم که بهشون اجازه نمیده دنبال من بیان، ولی باز من رأیشو زدم که نره. بهش گفتم اینایی که ما دیدیم دستبردار نیستن. قرار شد آدرس این دعانویسه رو به منم بده و منم برم، ولی هنوز همت نکردم که برم. الانم دارم زندگی خودمو میکنم. میرم و میام، گاهی اون بز سیاه رو میبینم، گاهی اون دختر بچه ها رو، و گاهی همشون با هم طوری منو نگاه میکنن انگار دارن توی ذهنشون منو میکشن و تیکه تیکه میکنن، حتی توی محل کار. ولی فعلا دارم از بسم الله استفاده میکنم تا ببینم کی میتونم برم پیش اون جانویسه و ازش آیه های باطل سحر بگیرم. البته حمیدم باطل سحر گرفته، میگه هنوز خواب میبینم دختر بچه ها میان جلوی روم و گریه میکنن. منم از این مدل گریهشون روانی میشم. نمیدونم من کی خلاص میشم از این کابوسای بی پایان و تکراری. این داستان من بود بچه ها. در کل این که گنج پیدا کردن بهای سنگینی میتونه داشته باشه. من که خودم به عین اینو دیدم. ممکنه بهاش حتی جونتون باشه. پس همه چیو در نظر بگیرید. واسه ما که شانس با همون یار نبود و نشد که بشه. مرسی که داستانمو گوش دادید.